12 تا دونه در قوطی سوهان آوردیم، داخلشون رو پر از آب مقطر کردیم، گذاشتیمش توی فریزر چون قرار بود باهاشون ورق یخ درست کنیم. آب مقطر ریختیم چون می‌خواستیم که یخمون خیلی شفاف بشه و نمی‌خواستیم آبمون ناخالصی داشته باشه. قرار بود چیزی شبیه به این عکس‌ها بگیریم. شروع کردیم به عکاسی کردن. ورقه‌های یخو که از توی فریزر می‌بردیم بیرون، بعد می‌ذاشتیمشون توی آفتاب تا خودشون آروم آروم ذوب بشن، چون می‌خواستیم که ترک بر ندارن و وقتی که آروم آروم ذوب می‌شدن مرکز ورقه‌های یخ شفاف می‌شد. نمی‌خواستیم یخمون خیلی شفاف بشه چون شبیه به شیشه می‌شد. تصمیم داشتیم که یه قسمتایی از بافت خود یخ، اون سفیدیا و اون حبابای داخلی یخ همچنان باقی بمونه. بعد از که یه سری عکس گرفتیم، تصمیم گرفتیم که روی یکی از ورق‌های یخ آب داغ بریزیم تا توش ترک ایجاد بشه. می‌خواستیم دقیقاً اون یخی که ترک داشته رو دقیقاً روی چشمش قرار بدیم، جوری که اون ترک بیفته روی قرنیه چشمش. یه دونه چشم، یه شفافی ورق یخ و یه ترک، چیزی بود که خیلی با هم تناقض داشت و جلب توجه زیادی واسه مخاطب می‌کرد. یه حالت دنده‌ای طور دقیقاً مثل دنده‌های اره می‌خواستیم روی یخ ولی به صورت کرو درست کنیم. این چیزی نبود که با یه یخ شکننده بشه انجامش داد. پس ناچار بودیم که یه کمی منتظر باشیم تا ورق یخمون یه کمی نازک بشه، قطرش که کمی کم شد، با زدن یک سری از تلنگرها بتونیم اون حالت دنده‌ای رو توی یخمون ایجاد کنیم که بذاریم یک سمت دیگه از صورتش و دقیقاً این عکسو بگیریم که بعد با یک سری از کلاژها، ادیت و ریتاچ این عکسو درست کردیم. مرسی. این پروژه رو توی تابستون زدیم. گرمای تابستون باعث شد که خیلی زود یخمون آب بشه. از طرفی هم وقتی که می‌خواستیم عکاسی کنیم، مدلمون مجبور بود که نزدیک به 5 دقیقه توی هر بار عکاسی این یخ رو کنار صورتش نگه داره. خیلی کار سختی بود. دقیقاً خیلی کار سختی بود. حتی سخت‌تر از کار توی معدن، حتی سخت‌تر از کاری که مریم میرزاخانی کرد. بابا اینو انقدر با هم دیگه مقایسه نکنین. هر وقت ما داریم حرف از سختی میزنیم، همه میان کار توی معدن و کاری که مریم میرزاخانی کرده رو با کاری که ما کردیم مقایسه میکنن. کوچیک همه کارگرای معدن. مرسی.